در روسیه روز 10 سپتامبر مهلت قانونیگردانی حضور مهاجران به انجام رسید و اکنون دستی مقامات انتظامی که به این هم با هر بهانه مهاجران را از روسیه اخراج می‌کردند بازتر گردید. یک مشکل خود در سند مهاجران بهانه از روسیه اخراج کردن آنها خواهد شد. در یک صحبت ویدیویی با والنتینا چوپیک حامی معروف حقوق مهاجران درباره ضمیمه امینه سوال کردیم که در تلفن هوشمند نصب شده گویا امکان می‌دهد که مهاجران به طور مجازی و یا فاصلوی خود را ثبت کنند، ولی ما شنیدیم که آن هم درست کار نمی‌کند. Сейчас обращаются люди, которые در میان مراجعت کنندگان نفرانی هم هستند که میخواستند در ضمیمه امینه خود را به قید گیرند. شکایت خیلی زیاد است. مهلت ثبت نام بسیاری آنها به آخر میرسد، چون که آنها هنوز آخر ماه اوگوست وارد شده تا حال نتوانستند توسط امینه به قید گرفته شوند. آنهایی که تا 1 سپتامبر میخواستند ثبت نام شوند همه‌اش بی نتیجه بود. بعد 1 سپتامبر قسمی از چنین تلاش‌ها نتیجه بخش بوده است. این ضمیمه مشکل دارد. مثلا آنهایی که همه را پوره به قید گرفته توانستند پیامک دریافت میکنند که میگوید گیالوکاسیای شما را دوام 3 روز گذشته پیگیری کرده نتوانستیم و شما را از قید بیرون میکنیم. هرچند همه معلومات درست بوده است، اشتباه‌های برنامه‌ای هم زیاد است. و یا به آنها میگویند که به وزارت کارهای داخلی مراجعت کنید. آدمان با ضمیمه امینه به مرکز مهاجرت سخروه میروند. آنجا نوبت پایی‌ها زیاد است و آنجا هم پلیس خودسرانه آنها را بازداشت کرده و به اداره 5 پلیس پادولسک میبرد. یعنی یک بی‌نظمی است. شاید برخی محض با سبب‌هایی که اشتباهی فنی شده است نتوانستند ثبت نام شوند و به آنها اخراج تهدید میکند. سوال دیگر هم از والنتینا چوپیک این بود که چی باید کرد تا مهاجران بعد این همه، یعنی بعد 10 سپتامبر، با برخورد ناعادلانه یا غیر قانونی مقامات روبرو نشوند؟ در نوبت اول آنها باید درست بفهمند که تا کجا اخراج آنها قانونی است و آیا قرار پلیس اخراج است یا نه. از بس که حالا اخراج در صلاحیت پلیس است، بسیار حالت‌های شده است که مردم نمی‌دانند که قرار اخراج آنها وجود دارد. حالا پلیس با همه به استثنا به همه یک سند داده طلب می‌کند 5000 روبل جریمه سپارند. به هیچ صورت این کار را نکنید. بسیار وقت قانون شکنی صادر نشده است. پلیس می‌خواهد نقشه جمع‌آوری جریمه را اجرا کند، ولی به علاوه این نقشه های اخراج هم وجود دارد و آنهایی که کورکورانه و به خاطر گویا خلاص شدن از پلیس این سند را امضا می‌کنند، سند اخراج خود را هم امضا می‌کنند. ولی خوشبختانه حالا شرایط پیشگیری از قرار اخراج پلیس خیلی خوب شده است. ماه‌های اپریل و می امسال دسته مردم را خارج کردند و به تنها خود من تخمیناً 600 مراجعت از اخراج بی اساسی پلیس آمد. ما در 531 حالت توانستیم که این قرارها را بیکار کنیم. خادمان پلیس بسیار وقت پروتکل اخراج را بی‌سوادانه پر می‌کنند. این گونه خطاهای پلیس خیلی زیاد راه می‌یابد و من به مهاجران چنین مشورت می‌دهم که اگر دیدند که سند خطا پر شده است و از آنها طلب می‌کنند که حتما امضا گذارند، در پیش امضا نویسند من راضی نیستم. هیچ سند را بدون خواندن آن امضا نکنید. حتما آن سند را عکس گرفته به من فرستید. باور کنید ما حتما در این حالت دست بالا می‌شویم. اگر شما بیگناه هستید حتما برنده می‌شویم. پلیس حق ندارد سندهای مهاجرت شما را بسنجد. این کار در صلاحیت ساختارهای مهاجرت است. شما به آنها تنها باید شناسنامه‌تان را نشان دهید. سپاس از والنتینا چوپیک حامی معروف حقوق که به سوالهای رادیو آزادی درباره وضعیت فعلی مهاجران در روسیه تفصیلات داد. شکل پره این مصاحبه او را درباره وضع مهاجران در روسیه بعد انجام مهلت به قیدگیری رسمی آنها در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید.